برای هم در روز شادی هم در روز غم من و شما این چیزی البته درک کنید. به این نمیشه. یکبار می‌دیختم. بعد آدم میگفتن که آخه ما می‌دیزم شکست نمیگیرد. بعد میگفتن که من تریتینگ با اشتراک میکردم. بعد میگفتن که شما می‌دیزید و همین محصولاتتون رو چخیل می‌فروشید بازار میبرید یا که چخیل می‌فروشید. من گفتم که من می‌دیزم خونه با آدم علاقه میدونن شهر با میگوین من برای یکبار نقد کرد میبیان تاگی در میگن که این قیمت من میگم این با من نیست رسول کردم من نیست را دیختم میفهمونم بونده میرن شبکه اونجا با خریداری کردم میرن. در وقتی سال 92 که دستانگی بود جنگ شهروندی بود من عذاب نکشیدم برای چی؟ برای که شما میبرید که دخترم به این دختته یا میگید که من سرش به میگه که عروس دختته من همین دو تا نان و 1 کیلو خم میبرم 1 پشک چای میبرم همین که من دختم میگم قلمفروچه میکشم برای از بعد دوبای نگاه داشتن یا که انارچه میکشم برای سرفرزند شدنش صورت آفتاب میکشم مثلا سبزی میکشم برای دو جوان خوشبخت شدنش. فرزندان بلاغت میرسن خانه‌دار میشن این استفاده میبریم لیکن وقتی که از عالم میگذرد انسان همه میگذشتگی است همین بالای توبه میپرتون. مکتب اومدم در مکتب میخوندیم در روی گشاد درفان در مدت 2 ماه 3 ماه زود میگیرن این خونه چیزی وای اینا میپرست در دلتون جور شود شما کم کوچه میگیرید کم تلفن باز میکنید. برای که فرزنداشون شهر به میتیان زکس میکنن دخترچه ها حاضر کنن کاستوم و کرته و کرتوی چکم به اختراع بسیار مال کردن هم 5 کتاب پیشتر نبود لیکن حاضر هست. از پشت همین مثلا زندگی من میبرم یا که وقتی تنگ دستی مثلا معاش دیر شود یا که شوهرم پول نتیده این پول من با تیار من میگیرم و میفرمم یا مرده که من در کن شد همین پول من برابر میتیم.